لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. حجب و متایبه، طنز و لطفای نمکین و تند و ذوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. پورا نویسی میگلی اشور سفر و یوسف اکوبیروف دو سه روز در نوحه مومن‌آباد سیر و گشت میکنند. هنگام سفر یوسف اکوبیروف از نقل‌ها و حزل‌های نمکینی همسفر لذت میبرد و پیش از خیر و خوش به او چنین وعده میدهد: اشور جان، من با دوشنبه روم درباره شما یک حکایه عالی‌جانب بنویسم. در حقیقت بعد چند در ادبیات و صنعت حکایه حجمه کلان اکوبیروف نشر میگردد که آن را به آسه بخشیده بود. دیدی به وعده‌ام وفا کردم. هنگام دومباره او خودن شادیانه میگیرد یوسف اکوبیروف: حکایه را خواندی، به تو بخشیدم. آخر آنجا برای آسه نوشته ای کو؟ میگوید اشور سفر. ها، آسه یعنی اشور سفر. او همونا پورا نویسین میگلی که خواننده حیران نشود که برای اتخان سیفالله باشد یا برای عبدالحمید صمدov، برای اعظم صدقی یا برای ارمی سویتی. لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. حجب و متایبه، طنز و لطفای نمکین و تند و ذوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمتاللهیف، محرر لطفیه قربانова.